دانشنامه سفرهای عقیل از نگین سبز بر نقشه ایران برایتان روایت می‌کنم. اگر از استان کردستان بازدید کرده باشید، می‌دانید که این استان از طبیعت غنی برخوردار است و هر گوشه از آن می‌توانید شاهد هنرنمایی خداوند باشید. کوهستان بخش عظیمی از این استان را تشکیل داده و سبب شده تا بسیاری از دیدنی‌های کردستان بکر و دست نخورده باقی بمانند. روستای سلین از زیرمجموعه‌های شهرستان سروآباد محسوب می‌شود. این روستا فقط 7 کیلومتر تا روستای هرامان و 70 کیلومتر تا شهرستان سروآباد فاصله دارد. مسیر دسترسی به این روستا مسیری پرپیچ و خم و بسیار سرسبز است و می‌توان آن را با جاده چالوس مقایسه کرد. این روستا بر مهمترین مسیر طبیعت‌گردی استان یعنی مسیر مریوان به هرامان تخت و روستای گردشگری حجیج قرار گرفته است و این یکی از مزیت‌های گردشگری روستا در برنامه‌ریزی تورهای گردشگری است و به علت قرارگیری در منطقه حفاظت شده کسالان دارای تنوع در گونه‌های جانوری و گیاهی بوده و این تنوع به توسعه اکوتوریسم در منطقه کمک شایانی کرده است. به علت احداث سد داریان در سالهای اخیر آب دریاچه پشت سد بخشی از زمین‌های روستا را در بر گرفته و به همین دلیل روستای سلین آخرین روستایی است که در آن از طریق قایق تردد به سایر روستاها مانند حجیج انجام می‌شود که معمولاً این نوع تردد در برنامه گشت‌های مسافرتی به صورت ترکیبی با سفرهای زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روستای سلین از محبوبیت بالایی در میان ایرانگردان حرفه‌ای برخوردار است. این روستا جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوانی دارد و همین مسئله آن را به توریستی ترین روستای استان کردستان تبدیل کرده است. در ادامه به تعدادی از دیدنی‌های این روستای زیبا اشاره می‌کنیم. از آنجا که روستای سلین در مناطق کوهستانی قرار گرفته، بهترین زمان سفر به آن 6 ماه اول سال است، چرا که در فصول پاییز و زمستان هوای آن بسیار سرد و برفی شده و مسافران را با مشکل مواجه می‌کند. متاسفانه وسایل نقلیه عمومی از این روستا عبور نمی‌کنند و برای رفتن به روستای سلین باید از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنید. برای رسیدن به این روستا باید از کردستان به پاوه رفت و از آنجا به سمت هرامان بروید و در ادامه مسیر خود را به روستای سلین برسانید. دیدن این روستای زیبا را از دست ندهید. همراه با دانش سفر با آگاهی سفر کنید.